آقا شیر آبو چرا عجله ای نیست نه؟ باید بپوشیم اینو؟ سلام عرض کردم. سلام. چرا؟ شما شهید نشده بودی؟ پشت سرتون خیلی حرف زدم. ما هم پشت سر شما خیلی حرف زدیم. گفتم چه خبر؟ گفتم که این معلومه پرروتره و سهیل معلومه که پرکارتره. نه خب من مرغ یخ زده اوه داری میبینی. آخه مرغ یخ زده باید به من مرغ یخ زده دادن پینه درست کنم. خب اینو باید شما یعنی و شیر میذاشتن براتون نبود. بیرون. آره. بعد حالا نمیدونم این الان توی آبی که هنوز جوش نیومده من میدونستم این هست اصلا. چقدر آب ریختی توی آقای آشپز اول آب جوش بیاد بعد مرغ بزنید. نصفه یه ذره بیشتر بعد چون مرغ اضافه شد اومد بالا. الان نگاه من کنید هر این چی چیکار مرغ دارم لازم بود میکنم. و خورد کرده بودم. بسه بابا وقتتو تلف نکن. قارچش کجا؟ آقا ما خیلی خوشحال شدیم شما رو دیدیم. خواهش میکنم من تا شاید ما همیشه شما رو تو تلویزیون می‌دیدیم. و این بار برعکس شد من داشتم شما رو میدم لذت میبردم. خب اسم این سینا. چیز سینا. اونم سجاده. خب من فقط الان یه کله میدونم حاجی کل خیارا رو با گوشت کندن. ولی بابا از سینا نوع بره پیاز پوست کندنت فهمیدم که پوست کندن رو بلدی، خورد کردن رو بلدی. نه آخه به نباید شغلش هم بریزی. میخوره خورد نباید زیاد بکنی موقع زرش. نه اب نداره. نه این بلد. اگه 0 تا 100 به من میدادم واسه تو نیم ساعته غذا خوشمزه درست می‌کردم. مرغ یخ زده رو هم وقتی دیدی نمیشکنه بذار لای پات این بچه‌ها خواستم بخورن. آها یه نه دیگه‌شو اون میره جدا تو کردم ولی الان به نظر ایشون داره درست پیش نه این کلا اون داره تریت وقت داره تلف میکنه. اون پشت داره تریت میکنه. ظرف داره همینجا فقط ما خورد میکنه. مرغ انقدر نمیخواد. چقدر راحت. ریلکس. خیلی آره وقت 5 دقیقه‌ش. نه از این هیچی در نمیاد. ظرف در ضمن الان پنه رو در بریز کابینت تو. تو بستی من کار بس خوبی کردی. باهوش. خب ببینیم چقدر برات ماکارونی. باری چه بریز. آقا بعد از اینکه این تموم شد چیزام کنی؟ چیزام کنی. پایین استخ هست. دیگه فقط با جواد نه با ما هم روغن بریز. بریم یه آب تنیری بخوریم. نمک نری الان روغن بریز یه عالمه نمک. الان صدا تو نمیشنوه که. کاشی میشه. آقا ببین تیکه رو انداخت خداییش. به قولی ایشون تا لختش نکنم ولش نمی‌کنم. سید جواد چی؟ سه جوادم بود دیگه. ولی تو هیته خودش خوبه دیگه، شهید خوبی. ولی خدا وکیلی آقایون بهتر غذا درست کنه. واو چه پنه‌ای در بیاد. متاسفم من که قراره این غذا رو تاره درست کرده بودی؟ من سرآشپز بودم. سرآشپز بودی؟ یه تایم سرآشپز. نه واقعا من جدی رستوران داشتم خودم. سرآشپز رستوران قهر کردم من شما روشم چی؟ خودم باید. من 1 سال و نیم رفتم تنها زندگی کردم. بعد چون آدم گشنه باشم سرآشپز میمیرم. خودت بودی؟ آره خودم یاد گرفتم. مجبور شدم که یاد بگیرم. خب وقت اینا هم تموم شد.